بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خیلی پیش میاد که بسیاری از عزیزان میپرسند که چه چیزی در دنیا سبب وسعت رزق می شود؟ قطعا همه ما در دنیا شادمان می شویم و می خواهیم که رزق ما گسترده بشود. الله متعال به من و شما رزق گسترده و حلالی را عنایت بفرماید. همه نعمت دنیا رو دوست داریم، همه دوست داریم که عمر طولانی و با برکتی رو داشته باشیم. وسعت و گشادگی رزق و رزق حلال و همچنین طول عمر اسباب و عوامل مختلفی را دارد. من جمله این اسباب موردی هست که انس بن مالک رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند. ایشان میگوید که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. هر کس دوست دارد که رزقش گسترش پیدا بکند، الله متعال به او مال و منال و ثروت فراوانی بدهد. و هر کس میخواهد عمرش طولانی باشد، در عمرش برکت ایجاد بشود، هم در رزق و روزیش و هم در عمرش. هر کس میخواهد که برکت ایجاد بشود، فلیصل رحمه، صله رحم بکند. صله رحم یعنی این که با خویشاوندان خودش رابطه برقرار بکند، رفت و آمد بکند، احوال پرسی بکند، به اونها رسیدگی بکند، جویای حالشان بشود. کارهای خیلی ساده‌ای هستند به ظاهر، اما متاسفانه در جهان امروز بسیار کمرنگ شدند و بسیاری از مردم این اخلاق اسلامی را و این آموزه های دینی را متاسفانه فراموش کردند. انسان مسلمان این اعمال را صرفاً به خاطر رضایت الله متعال انجام می دهد. اما اگر از این جنبش هم بگذریم، حداقل برای منفعت خودتان این کار را انجام بدهید. اگر شما با خویشاوندان خودتان رابطه برقرار بکنید، با پدر و مادر، خواهر و برادر، عموزادگان و تمامی خویشاوندانی که دارید، اگر رابطه خویشاوندی خود را برقرار بکنید، نفعش و سودش به خود شما باز میگردد. یعنی این که در دنیا رزق شما زیاد می شود و هم طول عمر الله متعال به شما عنایت می کند. پس بنابراین آن کسانی که دنبال وسعت رزق هستند، کسانی که میخواهند عمر طولانی و با برکتی رو داشته باشند، این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست: کسی که هرچی میگوید از جانب الله متعال میگوید. کجایند کسانی که گلایه دارند و شکوه دارند که تنگ دست هستند، رزقشون برکت ندارد، روزیشان کم هست؟ کجایند کسانی که مدعی هستند که عمر ما، وقت و زمان برای ما برکتی را ندارد؟ بیاییم این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را عملی بکنیم، صله رحم بکنیم و رابطه خویشاوندی را با خویشاوندان خودمون برقرار بکنیم، تا اینکه هم در رزق ما
و هم در عمر من و شما انشاءالله برکت ایجاد بشود. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.